یه اتفاق عجیبی تو لیگ دسته 3 ایران میفته. یکی از تیم‌ها میاد لوگوش عوض میکنه، لوگو یه تیم عربستانی رو جای لوگوی خودش میذاره به اسم تیم الهلال. فاجعه شده، همینجوری دست گرفتن اون رو دیشب تا حالا. و یه اتفاق دیگه، یعنی این که میگن از هر دم از این باغ بری میرسد، الان اینجاست تو این 2 دقیقه قرار براتون بگم. و استقلال پرسپولیس استادیوم ندارن، رو هواست، من نیست کجا قراره بازیشون انجام بدن. بریم خبرها رو با هم ببینیم. دردسر کپی لوگوی الهلال در لیگ ایران. مراسم قرعه کشی مرحله نخست فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته که باشگاه‌های کشور برگزار شد که طی اون تغییر لوگوی یکی از تیم‌های حاضر در این پیکارها خبرساز شد. باشگاه آبی‌پوشان روشن که در لیگ دسته سوم فعالیت می‌کنه در گروه دوم با 12 تیم دیگر همگروه شد و نکته عجیب در خصوص این باشگاه لوگو جدیدی است که کاملاً کپی برداری شده از روی لوگوی تیم الهلال. این موضوع به دست رسانه‌های عربستانی رسید و تقریباً تمامی صفحات معروف این کشور با انتشارات لوگوی آبی‌پوشان روشن به آن واکنش نشون دادن. حتی عبدالعزیز از معروف‌ترین خبرنگاران سعودی که 1.5 میلیون نفر فالوور داره این خبر رو پوشش داده. وبسایت معروف سعودی اسپورت نیز با انتشار این خبر نوشت در گزارشی که از تغییر سرمربی آبی‌پوشان روشن منتشر شده، تصویری از لوگوی باشگاه ایرانی در لیگ دسته سوم استفاده شده که نشون میده هویتی با لوگوی جدید باشگاه الهلال است. در صورتی که دو تیم پرسپولیس و استقلال نتونن استادیوم جدیدی برای برگزاری بازی‌ها به سازمان لیگ معرفی کنند، مجبور بازی در استادیوم تختی خواهند بود. شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی در نظر داره با انتقال بازی استقلال به استادیوم جدید چمن استادیوم آزادی رو تعویض کنه و بازسازی استادیوم آزادی سرعت بیشتری داشته باشه. بر همین اساس سازمان لیگ از تیم پرسپولیس و استقلال درخواست کرده استادیوم جدیدی برای برگزاری دیدارهای خانگی به این سازمان معرفی کنند. بر همین اساس تیم استقلال استادیوم امام رضا مشهد معرفی کرده و تیم پرسپولیس هم خواهان بازی در استادیوم شهید کاظمی شده. تیم‌های آبی قرمز برای بازی در این دو استادیوم با مشکل مواجهند. تیم استقلال برای برگزاری در استادیوم امام رضا مشهد میبایست مجوز شورای تامین این استان رو دریافت کنه. تیم پرسپولیس هم برای بازی در استادیوم شهید کاظمی با مشکل مواجه شده، به این خاطر که این استادیوم فاقد پارکینگ و در مجاورت بزرگراه آزادگان واقع شده و شورای تامین اجازه حضور تماشاگران در این استادیوم نمیده. در این صورت به نظر میرسه در آینده نزدیک دیدارهای این دو باشگاه به استادیوم تختی تهران منتقل میشه.